مور در قبرستان دختر را بوغی کرده کشت. وقتی پدر و برادرش این حالت دهشتناک را در قبرستان دیده در حیرت افتادند. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. دوستان عزیز، اگر معلوم نشود در زیر ویدیو لایک گذاشتم و به معنای این قصه‌مان با دقت گوش دهید. وقتی به شبکه مهمان شدید حتما آبونه شدن را فراموش نکنید. نیمی شب بود. مستوره بخواب و چیزی گویا او را خلل می‌رساند. او به نزد قبرستان دوگانه اش که 1 ماه پیش به جان خود قصد کرده بود آمد. دوگانه این مستوره را با تهمت و فریب ها آزار دادند و دوگانه این مستوره باشد خودش را به دار کشیده از دنیا گذشته بود. این تهمت را هم همین مستوره به دوگانه اش کرده بود. به خاطر بخشش پرسیدن قوت پیدا کرده آمد. از تاریکی سخت می ترسید. وقتی به قبرستان نزدیک می شد به هر طرف می نگریست. آمد به نزدیک قبرستان دوگانه اش. گفت سلام گلی، من را ببخش. من احمق نیستم. کاری که کردم در افسوس هستم. نمیدانستم که تو را شرمنده میکنم. ببخش مرا دوگانه جان. هر آن چیزی که به داستان گفتم و دیگر دوام این گپ را نگفت. سخت میگریست و میگفت من میخواستم که داستان از من شود. برای همین نخواستم که او با تو شود. در همین وقت چیزی جنبید. وقتی دید که یک مار کلان را دید. مستوره از دهشت نمی جنبید. مار در تاریکی هم می تافت. مار مثل اروا سفید بود و نگاهش نیز غضبناک بود. مستوره از جاش خسته حرکت کرد تا گریزد، اما پایهایش گپ را نمی گرفت. مار باشد گویا با او بازی می کرد. در گرد و اطرافش تاب می خورد. اگر گریزد شاید مار او را می گزد. در همین وقت و کوشش کرد گریزد و گریخت. وقتی در تاریکی می رفت به یک قبرستان کهنه افتید که خیلی باز بود. مار از پس او به داخل قبر شد. صدای مستوره بلند نه بلکه کمی برآمد و خلاص. صبح نگهبان قبرستان آمده جسد مستوره را دید که مار او را بوغی کرده. چهره اش نمایان است و مستوره باشد مرده خواب بود. نگهبان قبرستان دوان به کوچه برآمد. گفت مردم بیایید که یک دختر را مار بوغی کرده در قبرستان کشته است. کمک کنید تا اینکه او را از قبر برآریم. در همین حالت این صدا را برادر مستوره میشنود. با همراه چند نفر از دوستانش و با همراه نگهبان قبرستان آمده میبیند که خواهرش مرده خواب است.